قبلا در حساب عملی غیر واجب اجرا کرده بودیم. حالا بیاین ببینیم که غیر واجب ادامه میتیم و بعضی از مثالهای دیگه‌ش در الجبر عددی کار میکنیم. ما در علم حساب به شما گفته بودم که وقتی که عملی غیر واجب انجام میتین طریقه طوری است که بالاخره مخرج ضرب عدد صحیح میشه با صورت جمع میشه. اما در الجبر شما موضوعی را که باید در غیر واجب از او کار بگیرین مختلف العلمه و هم علامه است. میگیم که هم علامه ها را جمع میکنیم، مختلف العلمه ها را تفریق میکنیم. بیاین ببینیم غیر واجبی که در حساب است، غیر واجبی که مربوط به حساب میشه سوالاتی است که در بین عدد صحیح و در بین کسر علامه موجود نباشه. به طور مثال من نوشته میکنم که فرضاً 2 سگین 1 بر 3. مگه غیر واجبش کنم از طریق حساب استفاده میکنم. ضرب جمع 2 ضرب 3 6 و جمع 1 دوم میشه 7 بر 3. مثال دیگه منفی 2 سگین 1 بر 3. حالا اگه من غیر واجبش کنم از طریق غیر واجب حساب استفاده میکنم. ضرب و جمع منفی خودش درست است، منفی خودش ما باید این قدرش غیر واجب کنم. 2 ضرب 3 6 ضرب و جمع 2 3 6 6 و یکم جمع که شود ضرب میشه و جمع میشه. 2 ضرب 3 6 جمع یکم میشه منفی 7 بر 3. اما در صورتی که در بین عدد صحیح و در بین کسر علامه موجود باشه، در اون صورت مربوط به طریقی است که حالا ما در الجبر به شما کار میکنم. طریقه الجبر ایتون نیست که ضرب شوه و جمع شوه. در الجبر طریقه طوری است که شما هم علامه ها را جمع میکنین و مختلف علامه ها را تفریق میکنین. ببینیم که 2 جمع 1 بر 3 مسیبه 2 ضرب 3 میشه 6. خب 6 و یک دیگه شما میبینید 2 ضرب 3 6 طبعا مثبت 6 ما که 6 میگیم مثبت 6 و مثبت یک دیگه. پس این مثبت 6 کاسر شد با مثبت 1 هم علامه است. وقتی که هم علامه است پس جمع میشه. جوابش هم باید باشه مثبت 7 بر 3. مثال بعدی رو ببینیم که 2 منفی 1 بر 3 مسیبه 2 ضرب 3 6 منفی مربوط به 1 است، منفی تنها مربوط به 1. 2 ضرب 3 6 مثبت 6 حتما ما که 6 میگه مثبت 6 مثبت 6 با منفی 1 میبینیم که مختلف العلامه هستند. جوابش حالا دیگه باید مختلف العلامه تفریق شود. مثبت 5 بر 3. 2 ضرب 3 6 مثبت 6 با منفی 1 مثبت 5 بر 3. مثلا بعدی را ببینیم منفی 2 منفی 1 بر 3. منفی 2 منفی 1 بر 3 مساوی می شود. خب 2 ضرب من 3 ضرب منفی 2 منفی 6 3 ضرب منفی 2 منفی 6 و منفی 1 دوم. شما منفی 6 کاسر شد با منفی 1 دیگه میبینید که هم از جمع میشه منفی 7 بر 3. و به این ترتیب بیاین فرض کنیم که منفی 2 مثبت 1 بر 3 اگر باشه 3 ضرب منفی 2 منفی 6 منفی 6 با مثبت 1. شما میبینید که منفی 6 با مثبت 1 حالا مختلف العلم هستند. پس دیگه مختلف العلم منفی 6 با مثبت 1 منفی 5 بر 3. جوابش باید باشه منفی 5 بر 3. به صورت عموم شما عملی غیر واجب که انجام میتین در حساب علامهش ما ضرب نکردیم. شما متوجه بودین که علامه خودش 36 و یک دیگه ضرب جمع 36 6 جمع 1 7 بر 3 اما علامه خودش. ولی در الجبر متوجه هستین که علامه را ضرب میکنم. 3 ضرب منفی 2 منفی 6 منفی 6 با منفی 1 دیگه هم علامه باز جمع منفی 6 منفی 1 منفی 7 بر 3. 3 ضرب منفی 2 منفی 6 منفی 6 با مثبت 1 باز منفی 6 با مثبت 1 مختلف علامه تفریق منفی 5 بر 3. به می ترتیب شما فرض کنید که به این ترتیب سوال اگر باشه که حالا مثلا 2 بر 3 منفی 4 اگر باشه 2 بر 3 بین اول مثبت 4 مسیبه یادتون باشه که غیر واجبی که حالا مربوط به الجبر است علامه‌ش هم ضرب کنین. به این ترتیب نیست که 3 4 12 3 ضرب 4 12 باز 12 جمع 2 دیگه 14 به شکل نی 3 ضرب مثبت 4 به شکل باید اجرا شود. 3 4 12 به ترتیب نی 3 ضرب مثبت 4 مثبت 12 مثبت 12 و حتما دیگه 2 علامش مثبت است. مثبت 12 با مثبت 2 دیگه مثبت 14 بر 3. به این ترتیب حالا شما فرض کنید که به طور مثال اگر منفی 2 بر 3 مثبت 4 باشه مسیبه 3 ضرب 4 12 و 3 4 12 12 جمع 2 به این ترتیب غلط علامه شما باید ضرب کنیم. 3 ضرب مثبت 4 مثبت 12 مثبت 12 و مثبت 12 با منفی 2 مختلف العلامات تفریق میشه مثبت 10 بر 3. جوابش هم مثبت 10 بر 3. به نمی ترتیب حالا شما بین فرض کنید که به طور مثال اگر باشه که منفی 2 بر 3 منفی 4 مسیبه 3 ضرب منفی 4 منفی 12
3 4 12 به این ترتیب نی. 3 من علامه شما باید ضرب کنم. 3 ضرب منفی 4 منفی 12. منفی 12 با منفی 2 دیگه هم علامه جمع منفی 4 دیگین بر 3. به این ترتیب حالا بیاین فرض کنید که مثبت 2 بر 3 یا تنها فرض کنید که 2 بر 3. 2 بر 3 منفی 4 مسیبه 3 4 12. 3 4 12 12 منفی 2. 3 4 12 12 منفی 2 ده اشتباه. به این ترتیب درست. 3 ضرب منفی 4 منفی 12 علامه 2 مثبت است. 3 ضرب منفی 4 منفی 12. منفی 12 با مثبت 2 مختلف علامت تفریق میشه منفی 10 بر 3. به این ترتیب میتونیم که عملی غیر واجب اجرا کنیم.